سلام رفقای گل، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید. بچه من از دیروز از پریروز ناراحت قضیه فوت امیرگرامم و شبی که خبرش به دستم رسید تا صبح خوابم نمیبرد. شاید باورتون نشه تا صبح خوابم نمیبرد و ویدیو قبلی هم اگه ندیدید ببینید. ویدیو رو ساختم، تسلیت گفتم، کلی داستان این قرار داشتیم. یه خورده کامنت های بچه ها رو خوندم و یه خورده حالم بهتر شد. خیلی بچه‌ها توی کامنت های ویدیو قبلی گفته بودن که چی شد و چه جوری فوت کرده و جاهای دیگه هم دیده بودم خیلی‌ها نوشته بودن چه جوری فوت شده. گفتم بیام یه ویدیو راجبش واسهتون بسازم و اطلاع بدم بهتون که چه جوری فوت شده. قبل از اون بچه‌ها یه تشکر خیلی ویژه کنم از شما که سابسکرایب کردید. بالاخره تونستم به 100 سابسکرایب برسم و حتی 150 هم شدم. دمتون گرم. یه ویدیو حتما راجبش میسازم و راجب خودم قشنگ صحبت میکنم، خودم رو باهاتون بیشتر آشنا میکنم. قراره یه ویدیو هم بسازم ریاکت کنم به کامنت های شما بچه‌ها، پس حتما کامنت بذارید که توی ویدیو باشه. خب بچه‌ها قضیه از این قراره که امیر تصمیم میگیره با فامیلاشون مثل اینکه یا آشناهاشون برن دریای سرخ، رود سرخ همچین چیزی. وقتی به اونجا میرسن هوا کاملا عادی بوده، متعادل بوده. میرن توی آب و امیر متاسفانه زیادی میره جلو و 4 نفر دیگه هم مثل امیر اون جلو بودن. همینجور که هوا عادی بود و امیر شنا میکرده و این داستانا، مثل اینکه یهو طوفانی شده، هوا بد شده، موجی اومده که زیر پاهای امیر رو خالی کرده. امیر رفته تو آب و گفته شده 3 متر آب اومده بالای سرش، بعد غرق شده متاسفانه و بعد 1-2 روز جنازه امیر رو پیدا کردن. این داستان باعث ناراحتی خیلیا شد، از جمله خودم و خیلیای دیگه که به امیر خیلی نزدیک بودن و از دوستای امیر بودن. و دوباره بازم تسلیت میگم و امیدوارم با این ویدیو تونسته باشم خانوادهشون رو دلداری داده باشم، هر چیزی. خیلی استوری گذاشته بودن، یوتیوبرهای در رده امیرگرام استوری گذاشته بودن فوت امیرگرام، خیلی ناراحت بودن. و آریا کوکسر هم من دیدم استوریشو که گفتش این امیر یوتیوبر بوده و فوت کرده و این داستانا. اگه شما حداقل یه ویدیو از امیرگرام دیدید خواهشاً پاز کنید ویدیو رو، یه صلوات، یه فاتحه کوچیک ثواب داره برای خودتون انجام بدونه برای شادی روح امیر بفرستید. بچه حتی شرکت اندروپه، شرکتی که شما میتونی با استفاده از اون داخل ایران پولتو، درآمدتو از یوتیوب نقد کنی، که امیرگرام باهاشون کار میکرده، بعد از فوت امیرگرام اونا یه پستی گذاشتن و تسلیت گفتن و خیلی هم کامنت اومده بود این که خدا بیامرزه امیرگرام و ویدیوهاشو میدیدیم خیلی خوب بود. یه درصد خیلی کمی از بچه ها هیتر امیرگرامن متاسفانه. حالا به دلایلی شاید هیتر باشین. بچه ها دلیل نمیشه شما وقتی هیتری کسی هستین بیاین فوش بدین یا کامنت خیلی بدی بذارید. شما وقتی هیتر کسی هستید یا اصلا کامنت نذارید یا بگید خودتو از این نظر درست کن که ما هیترت نباشیم. من دیده بودم اصلا شوک شدم واقعا، اصلا نمیدونم چه جوری بگم بهتون، ولی میگم یکی نوشته بود توی کامنت ها که بالاخره مرد. یعنی تو منتظر بودی فوت کنه؟ نمیفهمم. اگه میخواین کامنت رو بخونید توی ویدیو قبلی هست، میتونید برید ببینید. بچه ها دارم یه ویدیو ماینکرافت هم ادیت میکنم براتون بذارم، ویدیو ماینکرافت. آره، و با یکی از یوتیوبرها هم داریم هماهنگ میکنیم یه ویدیو باحال بسازیم، هم تو چنل من هم تو چنل اون، و در مورد 100 تایی شدنمونم ویدیو میسازم و کلی اصلا خوشحال شدم دیروز 100 تایی شدیم. نمیدونستم ناراحت باشم از فوت امیر یا خوشحال باشم از 100 تایی شدنم و تبریکی که از یوتیوب برای من فرستادن. حتما یه ویدیو از 100 تایی شدنم میگیرم در مورد خودم و خودم باهاتون قشنگ آشنا میکنم. اگر سوالی هم داشتید بنویسید، شاید توی ویدیو ریاکت به کامنت ها به سوالاتونم جواب دادم، کی میدونه. دلم میخواد آخر این ویدیو رو به سبک خود امیرگرام خداحافظی کنم، حالا یادم نمیاد ولی میگفتش مرسی که وقت گذاشتید این ویدیو رو تماشا کردید، لایک و سابسکرایب چنلم یادتون نره و تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.